یه لپتاپ لنوو اینجا دارم که موقع که دکمه پاور رو میزنیم روشن میشه ولی تصویر نداریم. حالا من کابل رو بهش متصل میکنم. همونجور که میبینید چراغ چشمک زن شارژ باتری روشن میشه. خب الان باتری خالیه و این نشون میده که مدار بی پلاس این لپتاپ اوکیه، مشکلی نداره. حالا من دکمه پاور رو میزنم و لپتاپ روشن شد. حالا من دکمه رو نگه میدارم ببینیم چه اتفاقی میفته، خود لپتاپ خاموش میشه یا نه. لپتاپم خاموش شد. حالا من باید این لپتاپ رو باز کنم، عیبیابی کنم ببینم مشکلش رو میشه برطرف کرد یا نه. موقعی که لپتاپ رو داشتم باز میکردم این قطعه فلزی رو توی این قسمت پیدا کردم و این قطعه فلزی از کجا اومده؟ از روی درپوش سوکت USB ما و به احتمال زیاد باعث اتصال توی قسمتی از مادربرد شده و باعث شده مادربرد خراب بشه. حالا اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که یک بار دیگه من برق رو متصل کنم، مادربرد رو روشن کنم و حالا قبل از اینکه بخوام مادربرد رو روشن کنم یه 30 ثانیه صبر میکنم، دستام میذارم روی مین ببینم قطعه داغ میکنه یا نه. اگر داغ نکرد مادربرد رو روشن میکنم و شروع میکنم از این سلف ها ولتاژ گیری کردن. در حال حاضر 3 صدم داره آمپر میکشه این مادربرد. خب قطعه ای روی مادربرد داغ نمیکنه. حالا قبل از اینکه روشن کنم 5 ولت و 3 ولت آلویز رو داریم. من مادربرد رو روشن میکنم. مادربرد روشنه، این چراغ LED روشنه. من فقط نه کارت گرافیک و نه CPU من داغ نمیشه به هیچ عنوان. حالا از 3 ولت و 5 ولت یک بار دیگه ولتاژ گیری میکنم که ببینم نوسانی دارن یا نه. دیدم نه. نه خونکم. من تو CPU اصلا ولتاژی ندارم. این فکر کنم سلف ولتاژ CPU ماست، ویکور ماست که اینجا ولتاژ نداریم. ببینیم تو ورودیمون ولتاژ داریم یا نه. چرا 19 ولت اونجا داریم. خب اینجا من نیاز به شماتیک دارم که داخل شماتیک نگاه کنم ببینم PW یه قسمت CPU من کجاست و بتونم ادامه فیلم رو به شما توضیح بدم. یه مقدار شماتیک رو مطالعه کردم. IC PU908 IC PW منه و این دوتا ماسفت هم در اصل میشه خروجی های این IC و ویکور منو میسازه. اولین کاری که باید بکنم اینه که ببینم این دوتا ماسفت که خروجی ها رو میسازه آیا سوختن، شورتی دارن تو مدار یا نه. برای تست اینا یک طرف از این
ماسفت ها 4 تا پایه به همراه میده و طرف دیگهش 1 دونه پایه با جداست و 3 تاشون با هم راه میده. پس بهتره که اون طرف 4 تایی رو که 4 تا پایه هست رو پیدا کنیم و این پایه های گوشه رو چک کنیم. بعید میدونم این ماسفت سوخته باشه، ولی این ماسفت رو از بورد خارج میکنم، 1 بار خارج از بورد تستش میکنم و قبل از اونم 3 تا دونه ولتاژ ورودی ما داریم توی این IC PWM. اول از همون 3 تا رو من چک میکنم ببینم ولتاژهای ورودی رو من دارم یا نه. برای تست این IC اول از همه ما باید شماتک رو داشته باشیم که ببینیم ورودی ها چی هست. توی این IC پایه 7 بی پلاس ماست، هلوش 19-20 ولت برق داخلش میاد. پایه 28 ما VCC که 5 ولته و پاور VCC هم باز پین 15 یا پایه 15 این CPU که اونم باید 5 ولت باشه. حالا من براتون اینو ولتاژ گیری میکنم ببینیم این ولتاژ ها هست یا نه. پایه 7 که ما اینجا 19 ولت رو داریم، 5 هم که 5 ولت رو داریم و اینا رو باید دو طرف رو چک کنیم، یعنی طرفی که بره رو به آیسی چک کنیم و 15 ولت هم یعنی 15 پایه 15 مون هم 5 رو داریم. خب ولتاژ ها رو ما اینجا داشتیم و یه نکته ای هم هست، فن ما موقعی که داریم دکمه پاور رو میزنیم روشن نمیشه، یعنی ما تو فن ولتاژ داریم ولی این فن روشن نمیشه. اگر من این سیم قهوه‌ای خارج کنم این فن شروع میکنه به کار کردن، ولی خب این سیم قهوه‌ای هم باید ولتاژ داخلش بیاد. حالا کاری که من انجام میخوام بدم اینه که این ماسفت رو خارج کنم بیرون از مادربرد تست کنم و بعد از اینکه حالا اگر دیدم این مشکل داره عوضش میکنم، اگر دیدم مشکلی نداره میام IC PWA رو تعویضش میکنم. حالا IC مورد نظر رو تعویض کردم، موقع تست رسیده و اول از همه باید به این فن توجه کنم که ببینم فن من میچرخه یا نه. اگر این فن چرخید که باید سریع خاموش کنم چون هیچ هدسینگی روی CPU و کارت گرافیک نیست. خب الان فن من شروع به چرخش کرد. حالا اولین کاری که انجام میدم اینه که
هدسینگ فن رو روش میبندم و بعد ولتاژ گیری میکنم، چون احتمال داره توی این حینی که میخوام ولتاژ گیری کنم آسیب به کارت گرافیک یا به سی پی یو بیفته و خمیر سیلیکون حتما نباید فراموش بشه. حتما باید شما این کار رو انجام بدید. هدسینگ سی پی یو رو روش بستم. حالا چون اینجا الان در حال حاضر من مانیتوری برای تست ندارم، از یه دونه کیبورد برای این کار استفاده میکنم. خب ولتاژ هم بگیریم ببینیم اینجا ولتاژ داریم یا نه. بله الان من ولتاژ ویکو رو دارم و ناملوک کیبورد وقتی که خاموش روشن میشه یعنی الان این مادربرد بوت شده و تصویر داده. حالا یه مشکل دیگه هم این مادربرد داره که برق رو ازش جدا کنم. این سوکت یو اس بی هم شکسته، باید تعویض کنم. حالا بعد از اینکه فیش یو اس بی لپتاپ رو پیدا کردم و عوض کردم، مادربرد رو بر روی لپتاپ سوار کردم و تست تصویرش هم گرفتم و برای اینکه موضوع قسمت PWA CPU رو بهتر درک کنید، فایل PDF دیتا شیتش هم بعد از همین فیلم توی کانال قرار میدم. فیلم آموزش تعمیر لپتاپ لنوو در همینجا به پایان میرسه. خدا نگهدار. این نکته رو گفتم بهش اشاره کنم، اگر از این نوع فیلم ها دوست دارید تماشا کنید و برای شما این نوع فیلم ها آموزنده هست، تنها جایی که میتونید مرجع کامل فیلم های مجموعه ما رو داشته باشید فقط تلگرامه و تو تلگرام تمام فیلم ها هست با توضیح و اگر فیلمی نیاز به بایوس یا شماتیکی داشته توی تلگرام قرار دادم و نحوه ارتباط با خودم رو توی کانال تلگرام توضیح دادم. اون شماره‌ای که آخر فیلم هست اکثرا خاموشه و